اگر دچار درد قفسه سینه یا علائم مشابه حمله قلبی شدین با پزشک تماس نگیرین. امروز میخوام یه تجربه‌ای که اخیراً داشتم براتون به اشتراک بذارم. یکی از عزیزان که حدود 80 سال سنشون بود با من تماس گرفتن حدود 11 شب و گفتن که همسرشون که اون هم سنشون بالا بود دچار علائم مشابه حمله قلبی شده، درد سینه، تعریق سر و تهوع و استفراغ، و خودش هم اصرار داشت که هیچ مشکلی نیست چون مشکلات گوارشی داشته به خاطر معده‌ش. من که با توجه به سنشون اولین چیزی که فکر کردم اینه که حمله قلبیه و بهشون گفتم که بی حرکت بشینن، هیچ گونه فعالیتی نداشته باشن و به اورژانس تماس بگیرن. نکته‌ای که بعد اینجا هست اینه که باید حتما خود شخص و از همون نقطه‌ای که هست به اورژانس تماس بگیره، چون که اورژانس حتما با بیمار میخواد صحبت بکنه تا براتون آمبولانس ارسال بکنه.